امروز اومدیم با یکی از شهرهای زیبا و دیدنی این دولت، یعنی شهری فرانکفورت. و نصیب باشد دوستان ما میریم تمام شهر از نزدیک نوار میگیریم و بعدش ما پیشکش میکنیم. و ببینید شما دوستان عزیز، ما فعلا قرار دارم در بالای یکی از ماست‌ها، یکی پل‌های هوایی که این طرف شهر با این طرف شهر میپیوندند. منتظر برنامه ما باشید دوستان. در روزهای نزدیک تمام برنامه مکمل این برنامه در یوتیوب کانال ما به نشر میرسد. دیگه فعلا شما رو به خیر پاک میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار. برادر شما از شهر فرانکفورت. سلام دوباره دوستان عزیز. من میخوام درباره یکی از شهرهایی که ما این دفعه سفر کردیم به شما کمی هم باشن معلومات بدیم. این هم هست شهری فرانکفورت نماینه، شهری یکی از شهرهای خیلی کلان و بزرگی آلمان که در جای پنجم قرار دارد و اهالیش باشد دوستان عزیز خود شهر 764 تا 800 هزار نفوذ دارد و با ناحیه‌های گیدرو اطراف و محله‌های گیدرو اطراف تقریبا 5.6 تا 6 میلیون نفر در اینجا زندگی به سر میبرند. و دوستان عزیز، نوارهایی که در تصویرها میبینید این هم شاهراهی هست از طرف یک شهر دیگری آلمان به شهری فرانکفورت میرود و سفر ما از طریق ماشین صورت گرفت و ما فعلا قرار داریم در یکی از شهرهای بزرگی آلمان. شهر فرانکفورت یک شهر الفایی جهانی حسابیده می شود و مرکز تجارت، فرهنگ، معارف، سیاحی و مرکز نقلیاتی آلمان. در اینجا بسیار از بانک های پرنفوذ و پر مشتری جهان در اینجا کار و فعالیت میکنند و اینچون بانک های خودی آلمان. در اینجا خیلی بانک های اروپایی، جهانی و آلمانی چنانچه گفتیم فعالیت کار میکنند و در اینجا یکی از کلانترین بیرژه های آلمان هم جایگیر شده است. فرودگاه فرانکفورت یکی از فرودگاه‌های سر آدمترین جهان یا آلمان یا اروپا حسابیده می شود و اینچنین راه آهن این شهر خیلی یکی از مرکزهای با نفوذ اروپایی و جهانی می باشد که خیلی در اینجا مشتری ها یا مسافران زیاد رفت و آمد می کنند و شهری فرانکفورت در بین 20 شهر الفای جهانی داخل کرده شده است که اولین شهر است از طرف آلمان. فرودگاه فرانکفورت در 12 کیلومتری از مرکز شهر جایگیر بوده، دارای 4 خط پرواز است و به 265 سمت جهان شبانه روزی خدمت می‌رساند. فرودگاه فرانکفورت یکی از 10 فرودگاه‌های بزرگترین جهان و بزرگترین نقطه انتقال بار در اروپا میباشد. فرودگاه فرانکفورت پیوسته در بین 10 فرودگاه‌های سر آدمترین در اروپا به حساب می رود. از شهر به فرودگاه توسط ماشین، اتوبوس یا قطار رسیدن ممکن است. در فرودگاه 2 ایستگاه راه آهن منطقه‌ای و بین شهری نیز موجود است. فرودگاه فرانکفورت یکی از کلانترین فرودگاه‌های اروپا به حساب می‌رود و در جای 4م قرار دارد بعد از فرودگاه بین‌المللی خیتروی لندن، فرودگاه بین‌المللی پاریژ شارلز د گال و فرودگاه بین‌المللی آمستردام شیفول در جای 4م قرار دارد و از روی انتقال بار باشد در اروپا در جای اول. فرودگاه بین المللی شهر فرانکفورتی آلمان در یک سال تقریبا به 71 میلیون نفر مزاجان و مسافران خدمت رسانی میکنند به تمام سمت‌های گوناگون جهان. و دوستان عزیز، این هم بود کمی معلومات درباره شهر فرانکفورت و بریم با هم این برنامه را از نزدیک تماشا کنیم. رفتیم. خوش آمدید به برنامه دیگر این نوبتی ما دوستان امروز تصمیم گرفتیم با یکی از شهرهای زیبا و دیدنی آلمان بریم، یعنی شهری فرانکفورت نماین. ما فعلا قرار داریم در شهرهایی که از طرف ساربروکن و طرف فرانکفورت میایم و نصیب باشه ما نزدیک شدیم به شهر. انشاءالله شما در برنامه ما تا آخر بیننده باشین. ما میریم انشاءالله درون شهر ببینیم چی چیزا هست، بهرش ما انشاءالله به نوار میکشیم و پیشکش میکنیم. ما فعلا قرار داریم در شهرها و نزدیک ایرپورت فرانکفورت هم شدیم. انشاءالله ببینیم بگون چی باشه با ببینیم به نوار میکشیم. دیگه فعلا شما رو به خدای پاک میسپارم، با ما باشید.
دوستان عزیز ما با یکی از گوشه های ایرپورت گذشته هستیم و میریم طرف مرکز. این هم ساختمان هایی که میبینید ساختمان های ایرپورت فرانکفورت هست. خب ما باشید دوستان عزیز. ساختمان که شما میبینید پارکینگ ایرپورت های نمیش خیلی کلان هم است، یکی از کلانترین ایرپورت های آلمان به حساب میرود. تقریبا 3 ترمینال دارد. دوستان عزیز ما اینا نزدیک شدیم به داخل شهر فرانکفورت و میریم طرف مرکز. ما از یک گوشه شهر وارد شهر شدیم. میریم دوستان عزیز در این طرف ترانسپورت مثلا چی میگن تراموای رفته است. شهر هم دارای تراموای بیده است، هم دارای مترو. وقت شد اگر میریم همش میگیم، اگر که نشید برای معلوماتان ما کردیم. میریم دیگه طرف های شهر. هم یکی از خیابان های مرکزی شهر. Через 400 метров используйте 2 полосы слева для поворота налево на Бетельгенстрассе. دوستان عزیز این شهر فرانکفورت گفتی گپو که این دریا، این لبی دریا یا که لبی ساحل. این طرف هم بینین ساختمان های خیلی هم زیبا و دیدنی شهر فرانکفورت. این یکی از دیگر کوچه های شهر فرانکفورت و ما میریم طرفی نصیب باشه گستین سما نامرو شما بگیریم چکنیم جا بجا کنیم چون چرا با میبرین در کوچه و خیابان ها. انشالله با کار ادامه میتیم. شاید گرد دیگه ره نگردیم از دم ها فکرم دیگه ره قدیم رویم. یه هم دیگه کوچه های شهری فرانکفورت. خیلی شهری زیبا بوده ضرور دوستان شما خدا بینید قضاوت کنیم. دوستان عزیز چنانچه گفتیم ما در شهر فرانکفورت فعلا قرار داریم در یکی از کوچه های دیگر و چنانچه در نوارهای پیشتر مشاهده کردیم ما با از طریق ماشین سفری ما ادامه یافت و ماشین پارکینگ موندیم، رفتیم گسیته جا را معلوم کردیم، آمدیم شروع کنیم دیگه نصیب باشه بعد نوار گفتن. هم یکی از جاهای زیبای دیگری شهر فرانکفورت. لبی دریا است، از این طرف شهر با اون طرف شهر میگذاریم و شما دوستان عزیز یک بود برای منظره ببینید که زیبا هم است. بنا گفتن هم شهر فرانکفورت دوستان عزیز نیویورک اروپا میگن، در بین اروپا خیلی مشهور هم هست با این لقب، یعنی لقب نیویورک اروپا. این هم دریا ساحل هم کشتی ها خیلی زیبا و دیدنی هم هست باور کنید دوستان. دوستان عزیز ما فعلا قرار داریم در لب ساحل، در لب دریای شهر فرانکفورت و این هم ماست یا پل هوایی که از این طرف دریا با اون طرف دریا میگذاری و در اون طرف هم خیلی کشتی های زیبا و دیدنی مستقر شدن در لب دریا. او طرف هم خیلی هم ساختمان های زیبایی دیگر و چنانچه پیشتر اگر دیات باشه در برنامه های قبلی در شهر کیل
هنگام گذشتن از بالای پل هوایی یوکیموس این خلفا با چسباندگی بودن در این طرف ببینین. اما اینجا کم، اینجا نو شروع کردن، اینجا کمتره. ببینین منظره دوستان بینید که منظره زیبا هم هست. منظره دیگه این طرف ها بینید خیلی جالب هم هست، دریا و این هم ساختمان های شهر.